سلام، خوش آمدید. از بامیان هستی؟ از همین جلسه مولای بامیان همین ولسوالی. ولسوالی نام چیه؟ ولسوالی شنبول. چند سال است؟ من یگان 58 سال است. یگان 58 سال. کجا شما چند ساله؟ 70 سال. 70 سال. زمستان در چی حالی اینجا؟ هوا گرم و سرد؟ والا سرد است. سرده؟ سرد است. خیلی زرد خیلی کم؟ خیلی سرد است. برف چه اندازه میگیره؟ برف دیگه در این سالا خشکی است، نیست. از اون پیش که بود تا کمر برف بود. کمبودات یا چطوره فعلا؟ بسیار کمبود است دیگه اینجا یک ذره است دیگه قومی جای بالا خشک است. دیگه این قول قومی که بالکل مردمش براشون مشکل است. اجبا کلی. امنیت چطور برای؟ امنیت دیگه شاید من فکر میکنم که در کل افغانستان امنیت سایه ولایت بامیان در کل افغانستان است. بسیار امنیت آرام مردم. چای سبز بیدید است. یک چای سبز. شهر تاریخی ضحاک در یکی از مناطق بامیان هست که تاریخ البته با خودش این مکان را ثبت کرده. البته صحبت هایی میشه که ما در این قسمت معلومات کافی نداریم، ولی بعضی جاهای عجیب و غریبی در خود را دارد. بامیان باستان سراپاس کوه های مختلف، رنگ های مختلف، مکان مختلف، واقعا دارای آهن و سایر موادهای مورد نیاز روز جامعه بشری و امیدوار هستم که روز این نعمت های بزرگ خدا داده به دست خود ملت افغانستان و مردم افغانستان اخراج شود و در خدمت عام و خاص قرار بگیرد. اینجا سرزمین به نام بند امیر در مرکز افغانستان و در ولایت بامیان باستانی و مربوط به هزاراجات افغانستان هست. اتفاقا به تپه های بسیار عظیم و بزرگ و برنگه های مختلف و اختراعات فوق العاده است که انسان را به حیرت وامی دارد. قرنه ها از این کوه ها میگذرد و از این دره ها سپری می شود و هزاران انسان شاهد این دره های بزرگ بوده هست و بعدها دیده از جهان فرو بستند. اما نظام هستی، نظام خلقت و اون چرا که خدای سبحان به وجود آورده و در معرض دید انسان ها قرار داده چیزی است که برای آموختن است و برای درسی است که انسان ها از آن بیاموزد. و بند امیر بزرگترین و زیباترین بندی است که امروز در تاریخ جهان به طور طبیعی ساخته شده و تعلق دارد به بند مبارک مولا امیرالمومنین علی علیه السلام. واقعا وقتی که ما در پیرامون این بند می اندیشیم این احساس پیدا میشه که خداوند سبحان چگونه این همه آب را در به وزنهای میلیاردها تن، البته با اندازه تقریبا 1 متر شاید هم بیشتر یا کمتر این آب را ایستاده است. شما تماشا میکنید
اتفاقا تمام آب روی همین بند ایستاده است، روی همین ساختمان و همین تپه‌ای را که مشاهده میکنید ایستاده است. البته این همه آب که تماشا میکنید با ضخامت همین بندی است که فعلا به شما مشاهده میفرمایید. خیلی هم کم عرض است و اتفاقا آب هم که از چهار اطراف آن جاری هست. این البته ما فعلا شما مشاهده میکنید نصف بنده و 1.5 برابر از تقریبا یا 1 برابر از بالاتر هست و زیبایی بند خیلی عجیب است. واقعا رمزی است که انسان نمیتواند موضوع رو درک کنه.